مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکند، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنت ما در قبر، نماز دکومنت ما در روز محشر، نماز دکومنت ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنت ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتیم. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی تو میپرسن که دکومنت داری، خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تم که نماز نخواندی تو ترا قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر دی جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را ببینی. تو خازن باشی، خامت باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر نماز خوب از بی نماز قلبش برانتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است، میگفت است که الحمدلله الذی